هر چیزی رو باید در زمان خودش انجام داد، هر کاری رو. وقتی در زمان خودش انجام نمیدیم، بعدن که میخوایم انجام بدیم هم اون زمان قبلی رو کشتیم و هم اون زمانی که الان داریم اون کار رو انجام میدیم رو میکشیم، چون که دیگه جواب نمیده. بعد از خشک شدن یه گل دیگه تو به اون آب بدی فایده نداره. گل باید در زمان خودش آب داده بشه بهش، نور داده بشه بهش. انسان باید در زمانی که بهش نیاز هست بهش رسیدگی بشه. شاید مثلا یک لحظه جواب یک تلفن رو ندادن، در شرایطی که اون شخص 10 ها تلفن قبل از تو رو یا 10 ها انسان قبل از تو رو بی پاسخ دیده از خودش، آخرین ضربه‌ای باشه که به یک انسان میشه زد.